در قلب یک دشت سرسبز، مزرعه‌ای شاد و قشنگ به اسم مزرعه دلگشا قرار داشت. در این مزرعه 3 دوست خیلی خوب با هم زندگی می‌کردند. آریا، یک کره اسب کوچولوی بازیگوش با یالی به رنگ عسل، لنا، گاو مهربان با چشم‌های درشت و آرام و مایا، مرغی باهوش که همیشه همه چیز را با دقت می‌دید. هر روز صبح همین که خورشید خانم مثل یک پرتقال بزرگ و نارنجی از پشت تپه ها بالا می اومد، آریا روزش رو با دویدن شروع می کرد. اون مثل باد در چمنزار می دوید، می پرید و شیهه های شاد می کشید. یک روز صبح لنا که داشت علفهای شیرین و شبنم زده را می خورد، گفت: آریا جان، باز هم که داری میدوی و میپری. آخر این همه بالا و پایین پریدن چه فایده ای دارد؟ ببین، من یک کار خیلی مهم میکنم. من شیر سفید و خوشمزه‌ای میسازم. شیر من پر از کلسیم است و استخوان‌های بچه‌ها را مثل سنگ محکم میکند. من به آنها سلامتی هدیه میدهم. مایا هم که کنار لانش نشسته بود و تخم مرغ سفید و گردش را با نوکش جابجا می‌کرد گفت: تخم مرغ‌های من غذای مغز هستند، پر از پروتئین هستند و بچه‌ها را باهوش و قوی می‌کنند. اما تو چی آریا؟ تو به جز دویدن و گرد و خاک کردن چه کاری بلدی؟ کلمات دوستانش مثل سنگ‌های کوچکی به قلب آریا خورد و با خودش گفت: شاید حق با آنها باشد. آریا با غصه سرش را پایین انداخت و آرام کنار حصار چوبی مزرعه ایستاد. همان روز عصر آسمان آبی ناگهان اخم کرد. ابرهای تیره و خاکستری مثل پشم‌های یک گرگ بزرگ در آسمان جمع شدند و باد ترسناکی شروع به وزیدن کرد. لنا با نگرانی با صدای بلند گفت: همه چیز خراب می شود. من خیلی سنگینم و تا به آنجا برسم دیر می شود. مایا هم با ترس بال زد و گفت: من هم خیلی کوچکم. این باد شدید مرا با خودش میبرد. وای، حالا چه کار کنیم؟ در آن لحظه پر از ترس، آریا دیگر به غم و غصه‌اش فکر نمی‌کرد. با خودش گفت: شاید من شیر و تخم و مرغ نداشته باشم، اما پاهای قوی و یه قلب شجاع دارم. آریا با تمام وجودش شروع به دویدن کرد. همون دویدن هایی که دوستانش مسخره می‌کردن حالا قرار بود همه را نجات دهد. او به انبار رسید و با تمام قدرت طناب کلفتی را که همیشه با آن بازی می‌کرد محکم با دندانهایش گرفت و دور دستگیره در پیچید. در محکم بسته شد. یونجه‌ها نجات پیدا کردند. صبح روز بعد خورشید دوباره با لبخند درخشید. لنا و مایا با کمی خجالت به سمت آریا رفتند. لنا با احترام سرش را خم کرد و گفت: آریا، تو قهرمان ما هستی. تو همه ما رو نجات دادی. درسته که شیر من بچه‌ها رو قوی می‌کند، اما هیچ قدرتی نمی‌توانست به سرعت تو در اون طوفان به انبار برسد. مایا هم با صدای آرامی گفت: دوست عزیز ما، تو به ما یاد دادی که هر کسی یک هدیه ویژه دارد. ارزش تو به محصولی که میدهی نیست، بلکه به کاری است که فقط خودت میتوانی انجام دهی. تو به ما امنیت و آرامش هدیه دادی. قلب آریا از شادی پر شد. او دیگر به دوستانش حسودی نمی کرد. از آن روز به بعد هر وقت آریا با خوشحالی در مزرعه می دوید، لنا و مایا با افتخار نگاهش می کردند و با لبخند زیر لب می گفتند: بدو قهرمان تیزپای ما، سریعتر بدو.